نیمه دوم روز 23 نوامبر سال 2023 در فاصله همگی 1 ساعت در شرق تاجیکستان دو زمین لرزه سنگین به عمل آمد. زمین لرزه اول ساعت 15:00 دقیقه به وقت تاجیکستان و دومش ساعت 16:00 دقیقه رخ دادند. بنا به اطلاع خدمات گیوفیزیکی اکادمی ملی علوم‌های تاجیکستان، مرکز زمین لرزه اول در 260 کیلومتری شمال شرق شهر دوشنبه جایگیر شده. زمین در اینجا با شدت 5 بال طبق جدول ریختر و در ولایت مختار کوهستان بدخشان با شدت 4 بال لرزیده است. کمیسیون حالات فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که این آفت طبیعی یگان قربانی یا خسارات به جا نگذاشته است. مرکزهای بین المللی زلزله‌نگاری اقتدار زمین لرزه اول روز 23 نوامبر در شرق تاجیکستان را 5.2 بال و شدت زمین لرزه دوم را 4.7 بال برآورد کردند. این دو زمین لرزه در عمق 36 و 44 کیلومتر و در فاصله 40 و 42 کیلومتر از موضع قرقنجه رخ دادند. موضع قرقنجه که اسمش در مرکزهای زلزله‌نگاری بین المللی زیاد گرفته می شود، با 2800 ساکنش در ناحیه لخش در نزدیکی مرز تاجیکستان با قرقیزستان جایگیر شده، سال 2022 نامش به زرین رود عوض کرده شد. در همین حال مرکز زلزله‌نگاری وزارت حالات فوق‌العاده ازبکستان که نیز زمین لرزه ها را در آسیای مرکزی پیگیری میکند خبر داد که مرکز زمین لرزه اول روز 23 نوامبر در حدود ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان جایگیر شده بود. این مرکز نیز اقتدار این آفت طبیعی را 5 بال برآورد کرده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. اکثر این زمین لرزه ها در شرق تاجیکستان و در مرز با افغانستان رخ می دهند.